اگر که دلت بخواد یک چیزی رو به زندگیت اضافه بکنی که از دستش دادی که حالت بهتر باشه و شادتر باشه، اون چیه؟ پدرم. بزرگترین حسرت زندگی تا به امروز چیه؟ کاش بابام بود. یه روز پدر بالا سرش نباشه بهش بگم چه اتفاقی میفته. چی میشه؟ پدر بالا سرت نباشه نابود میشی مجید نابود میشی. من یکی از حسرت‌های زندگی اینه که تو تایم که احتیاج به پدر داشتم نداشتم. دلم برای بابام تنگ شد. فهمیدم نیست. بابا نداشتن چه شکلیه مگه امیرحسین؟ امیدوارم که هیچ کس این تجربه رو تو از دست دادن پدر نکنه. حسرتی داری در دل؟ نمیشه با تقدیر جنگید، ولی یکی از حسرت‌هام اینه که طعم پدر رو خیلی نچشید. یه چیزی اصطلاحی به کار میبرن شاید برای دلخوش کردن بازماندگان، میگن خاک سرده مهر رو میبره فلان، اما اون غم هنوز میبینی دیگه یه زخمی اجاز بعد روشو میکنی باز تازه میشه. نبودن پدر من زخمه برای من، زخمی که گاهی روش کنده میشه.